har bir bu yerda o'tirgan odam bitta men savolimga javob beringlar. Ko'chadagi emin erkin yurishimiz qo'rquv yo'q bo'lgani shuni o'zi katta muvaffaqiyat emasmi? Azon ovozini eshitib yig'lagim keladi. Shu kunlarga kelganimizga. Buni o'zi qachon bor edi bizda? Musulmon davlat Buxoriylar yurti deymiz. Yo'q edi-ku. Yo'q edi-ku, mumkin emasdi-ku. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آنکه دل کاشانه اوست، نفس گرد متاع خانه اوست. حمد و ثنای به حد مر پروردگار عالمیان را و صلوات و درود بی پایان به پیغمبری بلند مقام، نگین روی جهان، یعنی شفاعت خواه امت محمد صلی الله علیه و سلم و آله و اصحابهش تمام. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. الحمدلله امروز روز انشاءالله جمعه مبارک. شاعر چنین مثله های شعری میگویند: صبح صفای جمعه بادا مبارک بر شما، صبح پر نور و ضیا بادا مبارک بر شما. شکر گویم هر سحر به درگاه یزدان پاک، رحمت نوری الهی بادا مددگاری شما. حبیبش را کسی که دوست دارد، کجا مالک ورا دوزخ درآرد. با جان و دل محبی مصطفی باش، با یاران محمد جان فدا باش. امروز موضوع ما 7 نفری که الله سبحانه و تعالی در سایه عرش روز قیامت جای میتید. عزیزان من یکیش خدا خواهد برای شما بیان میکنم، چون که موضوع کشاد است. انشاءالله خدا خواهد حدیث نازنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم که روز قیامت 7 نفر آدما را الله سبحانه و تعالی در سایه عرش جا میته. در اونجا دیگه یگان سایه نیست، فقط یگانه سایه عرش میشود. همین یکیش یعنی امام عادل. عادل یعنی پادشاه عادل. امام در خدا خواهد ما شما هم میدراییم و این چونین پادشاه های روی دنیا زیر همین انشاءالله خدا خواهد سخنی مبارکباری پیغمبر صلی الله علیه و سلم میدرایند. در خبر آوردین که قوام الدنیا به 4 اشیاء، قائم بودن دنیا و برپا ایستادن دنیا بر 4 چیز مثل است عزیزان من. اولها به علم العلماء، یکم به علم عالما. البته این عالما بودگیش این بخت است برای ما شما. این عالما خدا خواهد برپا برقرار شدن دنیا نه حصه گذار هستند. الحمدلله باید که ما عالما را انشاءالله حرمتش به جا بیاریم. گجایی نباشد خدا خواهد، گجایی کدام منطقه که یک عالم زندگی میکند دوستش داره عزیزان من. چون که پیغمبر نازنین صلی الله علیه و سلم عالما را دوست می‌داشت. العلماء ورثة الانبیاء، عالما میراثخوار پیغمبرها هستند. نه این پول و مال و دلار نه، بلکه از پیغمبر سلام چی موند؟ علم خدا خواهد میراث موند. همون علم دوام دهندش هستند. الحمدلله یک دنیا قایمش. دویمش چی؟ و ثانی به عدل الامرائی، دویمش پادشاه ها عادلیش که دنیا برقرار می‌ایستد. پادشاهی که انشاءالله در کدام مملکتی میشود عادل است، نسبت خلقش انشاءالله خدا خواهد عادلی میکند، چی معنوی چی مادی عادلی میکند. الحمدلله این دنیا را برقرار شدن است عزیزان من. سیومشی و ثالثو به سخاوت الاغنیا، یعنی بایها سخاوت کردنش کتی عزیزان من. بایهایی که انشاءالله خدا خواهد سخاوتمند میشن در بین قوم و جمعیت ما و شما، کم بغل پرور بشن، یتیم پرور و محتاج پرور و انشاءالله خدا خواهد میشوند. دنیا را یک برقراریش همین چی سبب میشه عزیزان من. و چهارم انشاءالله بدعای الفقراء، یعنی کم بغل ها را دعاش کرد خدا خواهد انشاءالله.
وقتی که بایها کم بغلا را نوازش میکنن و کم بغلا را انشاءالله خدا خواهد چی؟ یعنی پول و از مالشو برخوردار میکنن و ایها دعا میکنن انشاءالله به طفیل این الله سبحانه و تعالی انشاءالله خدا خواهد یعنی این دنیا را برقرار میکند. الله سبحانه و تعالی در سوره نحل میتونین، سوره زنبور است نحل، آیت انشاءالله خدا خواهد 90 برای عادل شدن پادشاه ها خداوند امر میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خدا در این آیت مبارکه چه میگه؟ هر آینه خدا به انصاف و به نیکوکاری انشاءالله خدا خواهد دعوت میکند. میگه ای مردم، ای پادشاه ها، نسبت قوم و نسبت انشاءالله ما شما این شعار این بانگ الهی برای ما هم است، چون که ما هم در خاندان باید چی باشیم؟ عادل باشیم. ما هم در خاندان زن و فرزندکام و دخترام و کلینام و نبیرهام و زیر سایه ما شما راحت کنن. عزیزان من، نه این چون این پادشاه ها را انشاءالله و ایتاء ذی القربى، خداوند میگه که یعنی خویشاوندان دم احسان کنه، چون که احسان بهتریش اول خویش، بعد درویش، بعد بیگانه کم بغلا. اول که میبینی در عائله بگن که تاغات، عمت، خالت انشاءالله جیانات اگر کم بغل باشن افضل احسان دیار نکنه انشاءالله خدا خواهد. بینین و ینهی عن الفحشاء والمنکر، خدا در این آیه 3 چیز بند میکند ما شما را، باز میدارد از 3 چیز. این چی بود است؟ این و ینهی عن الفحشاء والمنکر، شما را خدا میگد از بیشرمی، بی‌حیایی چیکار میکند؟ از فحش و فاحشگی من میکند الله سبحانه و تعالی. باید مردم چی باشد؟ با حیا باشد، با شرم باشد. حیا میگد نسبت زنها از مردها بهتر است. پیامبر اسلام که حیا، ناموس، غرور نسبت زنها از مردها میگد بهتر است. عزیزان من، خدا ما شما را بحث و فاحشه بزینا دعوت نمیکند. باید ما با شرم باشیم، با حیا باشیم. زنها باید فاحشه نباشند، به شرم و به حیا نباشند. امروز در تیک تاک و امروز در تمام دنیا آخه زن ترکله مکن نپرتا دختر تا ای بای. این طرف پیلوسی مسلمانان نیست. همین به حیایی است، همین به شرمی است که امروز در تیک تاک و در دیگر چیزها خدا منم بعضی مشاهده می‌کردیم دختری مسلمان از زنی مسلمان از دهنش نجاست می‌ریزد، به شرم و به حیا. این زن نه در نزد مردم قدر دارد نه در نزد آفریدگار. باید که انسان حیا داشته باشد. باید میگد حیا داشته باشد وجودی آدمی زاد، لعنت بر وجودی به حیا باد. بزرگان آدمای به شرم و به حیا و به ناموس لعنت کردند، ملعونون. عزیزانی من، خدا نمیخوامنه. ینهی عن الفحشاء والمنکر میگه. دویم والبغی، و دیم کاری که بن خدا من کرد از کارهایی که در شریعت من کرده است. عزیزانی من، عرقخوری، زیناگری، دزدی، قماربازی، فالبینی، غارتگری، دروغچگی، پرسنت، خدا در این آیت من دارد. سیوم ظلم و بیدادی، کبر، جبر، تجاوزکاری، چی در معنوی باشد میگن مفسران، چی مادی باشد الله سبحانه و تعالی من کرده است. عزیزانی من، کدام پادشاهی که خدا خواهد انشاءالله عادل میشود، از عدل و زیر سایه و قوم و جمعیت شراحت میکند و جنتی است. پیامبر اسلام حدیث است، اگر پادشاه میگد عادل باشد و خلیفت الرحمن یعنی جانشین الله هست در روی زمین،
خیلی که خداوند آدم خلیفه کرد. این پادشاه ها را مگر این سیاستش نباشد، این پادشاه ها را خدا خواهد انشاءالله قانونش نباشد، ما یک لحظه زندگی کردن نمیتونیم. عزیزان من باور میکنه نه خانت آباد میموند، نه ماشینت آباد میموند، نه دختر و نزنت آباد میموند. انسان تجاوزکار میشود. اگر کدام پادشاهی میگه ظالم باشد نسبت قومش، این میگه چی است؟ این میگه جانشین شیطان است. این دوستی پادشاه ظالم شیطان نشده است. عزیزان من برای شما یک پادشاه بهترین حکایش میارم. نوشیروان گفته که شخص در دوره های پیغمبر صلی الله علیه و سلم پادشاه بود، پادشاه عادل. بعد میگه نوشیروان وفات کردن بعد در شهر مدائن. از زان من بعد 238 سال وفاتش خلیفه مأمون گفته که شخص خلیفه میشود، پادشاه میشود. در یک عالما جمع زدگی صحبت میکنن. رسول الله صلی الله علیه و سلم از سخن مبارک دادن که من فخر میکنم که انا ولدت فی زمان الملک العادل. من با فخر میگم که من در یک زمان پادشاه عادل تولد شدم. پیامبر اسلام همین نوشیروان سالی پادشاهی عادلیش تولد شد. رسول الله گفتن و گفتادیان که کدام پادشاهی که عادل می شود نسبت قوم و رعیتش، وی در جسد خاک، در قبر خاک نمی شود. بینید مأمون میگه بعد این شنیدن این سخن این پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه وسلم، بعد یک گروه وزیراش میگیرد میگن مدائن میریم تا که سخن گوهرباری پیغمبر حجت میبینیم نسبت چی؟ یعنی نسبت نوشیروان که پیغمبر علیه السلام اینو بیان کرد. گفت وقتی که پادشاه بود مأمون آمدن میگه سری قبری چی؟ یعنی نوشیروان فرمان داد که قبر کشایه. وقتی که قبر کشادن میگه دیدن که نوشیروان مثل یک انشاءالله انسانی که خواب میکند مزه کرده همچنان تر و تازه زیبا خواب است. و میبیند که میگه 3 انگشترین در چلیکاش است، در 3 انگشترین 3 پن نیسته شده است. یک کن پنچی بدستن با دوست و دشمنان مدارا کن. اگر خواهی که وطنت آسایشته باشه، وطن تین باشه نسبت همسایه‌هات، نسبت دیگر مملکت ها، یعنی با دشمنان و با دوست مدارا کن. دیوم میگن انگشترین شخان میگد در دیمش نیسته بود است. در کارها با مشورت خیرانمندان شروع نمای. دیوم نوشیروان گفتادیان که برای کیاری وطن خلق و جمعیت پیش بردن آدمان دانا که دای مسیحت کن. آدمای دانا را فکرش بگیر. من پادشاهی ما و شما شفقت مریزویف میدونین یک کمسری مملکت اومد خودی حتی داملاها را علاهیده صحبت کردن، علاهیده پروفسورا کتی از ویا فکراش نگرفتن. من پادشاهی دانا، پادشاهی که خواست که مملکتش پیش برود طبق خدا خواست سخنی همین نوشیروان که این میدانین این 15 عصر شد این سخنه. این در دورهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم نوشیروان یعنی زنده کرده بود که امروز 15 عصر شد. عزیزانی من این سخن قدرش گم نکرده است. من شاهی ما و شما سری مملکت اومد همه دانشمندا خیرتمندا را علاهیده صحبت کرده فکر گرفت و بالای پادشاه کریسلابور مندو خلق چکا کرد انشاءالله به عادلی به خوبی به نیکی انشاءالله دعوت کرد. عزیزان من
این حقیقت است. حقیقت باید که ما بگویم. میدانین دامنه 5-6 سال شد، اگر دروغ نشود همین سوخ زمین از نلاک آزاد بود یا نمی؟ سیاست همین جناب عالی است یا نمی؟ امروز 1% ما شما باید میتیم با 1% الحمدلله چی میتیم؟ نلاک میتیم یا نمی؟ یا که زیری باید منو بینین این خانه خداها، این عبادت ها، این مسلمان ها، حتی اینکه خدا خواهد انشاءالله در این مملکت راحت دارند. زیر سایه سیاست همین بود. قبلا 5 سال پیش در ما شما هم نماز خواندن و معما بود. الحمدلله جناب عالی اومدی اذان این همه خداخت بانگاش در تمام ازبکستان زمین جاری کرد. خدا عمرشون دراز کند انشاءالله. خدا خواهد با نسبت خلقشو خدا خواهد انشاءالله مهرشون باز زیاده گردوند الله سبحانه و تعالی. سیون در همون نگین چی بس؟ با رعیت یعنی خلق عادل باش. سیون این انگشتش نسته بدست. من میگه در بالای تاری سرش در یک تخته طلاگین چند با مصره حکمتنام نیستش دیگه دست از زانی من. همین چی بدست؟ هر کی خواهد که میگد خداوند ملک او بسیار کند شود، بگو صفت عدل خود را بسیار سازد. همین جمله در بالای یعنی نوشیروان در تاری سرش با تخته طلاگین نیسته اشتبه دست که کسی که اگر خواهد که خدا ملک و بسیار کند چیکار کند انشاءالله؟ یعنی عدلش بسیار زیاد کند، بسیار عادل شود. الله سبحانه و تعالی در همه وطن همه ساحه ها در خداوند برکات میداد است. الحمدلله شکر خدا. من ما شما امروز همه ساحه همون پیشرفت است الحمدلله. باور میکنم من خودم زمین دارم. زمین ما 15 ساله حکومت به من داد. مقدار یک پولی به ارزنده کتی گفت 15 سال گفت بخور با چی کار میکند؟ باور میکنه این من 3 سال از نلک آزاد تا 3 سال والله علم خدا چی میخواهد. همچی یک زمین خودم ملک خودم. این چی است؟ این هم سیاست جناب عالی است. عزیزانی من بهترین انشاءالله پادشاه داریم، بهترین شاه داریم، شکرانه بجا بیاریم انشاءالله. خدا خواهد. ببین نوشیروان 15 سال پیش این سخنهای زیبا را برای ما گفته برفت. ببین شاعر چی میگد؟ چون نوشیروان عدل کرد اختیار، کنون نامی نیک است از او یادگار. ببین حتی من نام نیکش پیغمبر نازنین ذکر کرد که من فخر میکنم که در یعنی زمانی پادشاه عادل به دنیا اومدم. این نوشیروان از دنیا کافر گذشته است عزیزانی من. لکن پیغمبر صلی الله علیه وسلم افسوس خوردن بعدی وفاتش. از 4 کس پیغمبر افسوس خوردادیان که همین 4 انسان رسا خدمت کرد به خلق و خدا، لیکن از دنیا برای به ایمان رفتن شو افسوس کردادیان. یکیش همین نوشیروان است، یکی عمک شو ابو طالب. عزیزان من بسیار در دین خدمت کردن. تا ابو طالب زنده بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی حد نداشت که رسولان در دست بردارد. کسی حد نداشت که پیغمبر نازنین آزار بدهد. دی وفات ابو طالب این ملعونای کافرای ملعون و پیغمبر بسیار اذیت سخت دادند. آخر خدا گفته کن محمد مکه را ترک علاج نیست. حتی شتاب تشکیل کرد این ملعون ابو لهب که عمک خودش ولی عمک بچه دشمن بچه زیر همین شعار بلکه بیان میکنند مردم. حتی برای کشتن محمد علیه شتاب تشکیل کردن. اگر محمد مکه را ترک نمیکرد این ملعونا محمد به قتل میرساندن. بعدی وفاتش افسوس خودادیان که کاش که عمکم به ایمان میرفت.
عزیزان من، قارون نگد هلاک شد که 40 خانه گنج داشت، نوشیروان نمرد که نامی نیکو گذاشت. قارون نگد 40 خزینه طلا و تنگه داشت. عزیزان من، که همه بچه ملعونی یادش میکنن. بینید قارون علیه لعنت کتی به یادش میکنن. نوشیروان چی انشاءالله خدا خواهد میگن نمرد، نامش موند انشاءالله، چون که نامی نیک گذاشت. از چی؟ نسبت خلقش، نسبت مردمش الحمدلله معامله خوب و انشاءالله نیکی کردند. لسان الغیب حافظ برای برقرار این دنیا 2 مثل شعر خوب میگن. آسایش 2 گیتی تفسیر این 2 حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا. میگه هم این دنیا را آسایش تینجش خاطر جمیش، با دوستان مروت با دشمنان مراسا میکنی. عزیزان من، اگر همین همسایت که تی نادرست باشه برابر زرش هر روز میزند، یا خانه تعلام میزند یا پول میدزد یا ماشین نه. همین همسایه ها که داری اگر نسبت به دیگر عداوت و دشمنی داشتگی باشه یک روز ضربش میزند، علاج نیست. برای این به همین ما شما دوستی انشاءالله، برادری انشاءالله خدا خواهد از دست نتیم، خدا خواهد انشاءالله. رسول الله گفتن کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته. هر یکی شما گفتن در خاندانتون مثل چوپان هستین و از زیر خدا خواهد دستانی خود پرسیده خواهد شد. چون خدا در قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قوا انفسکم و اهلیکم نارا. شما خودتون و اهل و عائلتون از آتش دوزخ خلاص کنید. عزیزان من، ما و شما هم انشاءالله خدا خواهد پرزیدنت یک خانه هستیم، یک شای خانه هستیم، زیر دستمون بکمش 20 آدم زندگی میکند. چون که ما که پدر هستیم، بابا هستیم، حکمرانی همان خانه ما و شما هستیم. طوری می باید ما هم حکمرانی را درست کنیم. امروز بچه ها شکایت دارن از بالای پدر ها، میگه داملا جان پدر ما اگر 5 پسر باشیم از یکدیگر ما جدامو میکند. این پلدار بچه خوبه، این بی پلش کی فرانه نکو خیل خدا خواهد. همش نه سببگار خودی خود هستی، خودی پدر از سببگار. چون که در کودکیش علم نآموختیمش، در کودکیش تعلیم خوبش ندادیم، در کودکیش قرآن خوانش نکردیم، از کودکیش کنترلش نکردیم. امروز دوست شید کیش کرد؟ کی کرد؟ مولا کردش. ما از خدا مخفشیم، از تربیه خودمو. بیکار عربا نمیگن که کیف یکون المربی تکون المربا. تربیه کننده چی باشد؟ تربیه گیرنده همو خیل میشود. پدر سحرخیز باشد فرزند سحرخیز میشود. پدر عرقریز باشد فرزند عرقریز میشود. تو عرق خیلی آخه کیف کرده خوری، نه پروای دورمدنی وکنی نه بورمدنش کنی. چیکار میکنه؟ در کجا میگردد؟ 12 شب در کوچه ها بچه ها تو گشت است. من چخیل خواب میره، من شما حیرانم که اقل یک جاگه خواب شه نمیبینی که این در کجا گشته است. 1-2 بچه ها در کوچه ها گشتی هم. همین تربیه است؟ همین اسلام است؟ همین مسلمانی است؟ بگو. بعد سهر یک کاری میکنه، یک حادثه، بعد سرکامو خم کلم و کشال نزد حکومت نم نزد خلق و جامعه انده. از ناموس بعد دولی نمیشیم، از ناموس بعد کوچه برمده نمیتونیم. چی میکند؟ همین میکند. فرزندی ناز باقی پدر، فرزندی بد داغی پدر. داغ نیار اتیکت نخدا خواهد. مادرکت سرچه خم نکی یکمون. کسانی که صدای مرا میشنوید، همین زیری همین پاشای عادل من شما مدرایم، من شما هم مدرین، من شما هم با که عائلم و خاندان ما
زنمون نمازخون باشد، حجاب داشته باشد، با شرم باشد، با حیا باشد. دخترام و عروسامون، امروز عروسای شما شکایت دارن در صدای اینترنتی ما، میگه همکن فقط دهنش حقارت میکند. نکنه، نه، مسلمان باید حقارت کن نباشد. دهنش فقط از اینجا میدانی از این زبان ذکر خدا سبحان الله الحمدلله الله اکبر بود مدلش در کار، با جای مادر تا فلان کنم خادر تا فلان کنم. من نفهمیدم این مسلمان ما کجا رفت هستیم. ما پای کی کدام پای دشمن ها رفت هستیم. شما اقلا کتاب خان پیغمبر بین خدا خد در حیاتش اگر حقارت کراشه بیا $1000 میتیم. پیغمبر اگر گفته باشه که زن و فرزند و خوار حقارت کراشه یافته بیا. اگر پیغمبری خصلت می داشت دین هیچ کس قبول نمیکرد. تمام دشمنای اسلام پیغمبر عیب شکافته ساده نیموز. تمام دنیا تمام کتابا را ورد یک عیب یا بمو پیغمبر در دنیا با شرمنده کنیم نکی نمیابد. چون که پیغمبر خدا تعلیم داد ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. گفت پیغمبر من خدام ادب داد. پرسیدنش که یا رسول الله این ادب که خوب از کجا یاد گرفتی؟ این رفتار، این گفتار، این معامله خوبه نه نسبت زن و بچه شمان، نسبت تمام مردمی اهل دنیا. تمام مکه نسبتش، مدینه نسبتش که ولی زن شما چه خیر است باز نشه در تاج سرش برداشته میگشت. بچه یکاش و دخترکاش در تاج سرش پیغمبر برداشته میگشت. ما و شما نسبتی که کرگی پیغمبر سوال دادن گفتن این اخلاق خوب از کجا یاد گرفتی محمد؟ گفتن ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. من خدام ادب داد. ببین و ایشه صدیقه سوال کردن که همین پیغمبر گفتن در خونه چیکار میکرد؟ گفتن لباس خودش میدوخت، خودش گزمال میکرد. وقت گزمال نبود. من با امروز تقاضا زمانه میگم خودش پاتینکش میدوخت، گفت لباسی میکن خودش میدوخت، خودش میشوفت، خودش اوی طهارتش میکرد پیغمبر.